سلام علیکم دوستان عزیز. امروز 6 آگوست سال 2025 اینجا دهه پتخین. من این مکتب دهه من اینجا ساختگی حاضر توی خانه. من این دست راست قبرستان. در اینجا دو مسجد کلان هست. یکی از مسجدها قریب 1200 سال پیش پیدا شدگی، دوم مسجد 750 سال. قبلا در اینجا راه ماشینگر نبود. سال 1964 اولین مرتبه ماشین برآمد به همین دهه. حتی برق هم نبود. همه خانه ها با واسطه لامپه های روغن و کرسین روشنایی می شدن. مردم متحد بود، اتفاق بود. بیگاه ها جمع شده صحبت ها می گذاندن. من این کوه های بلندترین بینه دیگه، بلندترینش 3000 متر زیادتر قله دار میگه. از همون بلنده برید شهر پنجکته می بینید. من این طرف کوه های سرخ. خیلی که یک ارکیتکتور آمدگی بود گفت که این کوه های سیاه بودگی 1 میلیون سال پیش پیدا شدگی. کوه های سرخ 500 سال. برای همین اینجا دهه خیلی قدیم، برای که پیشتر اینجا همه آب بودگی. موافق تاریخ دنیا از آب عبارت بود. من اینجا حاضر آموزادن یکی از آموزگاران حکی شد مراد. شما نظمی درست می؟ های دو دهان گپ زنید. من درباره همین تاریخی پتخین گپ زدم. همین مسجد چند سال شده، چقدر شده؟ پتخین تاریخ قدیمی داره. از قدیم من یادم میاد که بعد خوشی‌ها کم بودن. همش همین این خودختی می‌زیسته. یگون جا یگون کیلو یگون چی نه راه میان، نه برین، نه گندم میان. مندی خدا شختی همین لالکاری بود. هم بالا کوه همش کشتکار بود. کشتکار میکردن. ایسا بی کشتکار میخوردن میگشتن. جاسخانه بود. آسیاها بود. دو تا آسیا بود، دو تا جاسخانه بود. جاسخانه زغیر میکشتن، زغیر وقتی روان استحصال میکردن. جدا میکردن. بعد آسیاها گندم آرد میکرد، ارزم بود، جوکاری بود، نخودکاری بود. همش بود. فکر شما برای چه حاضر همین چیزا نیست؟ اکی چیزا حاضر دیگر جا میپیارم. راسته میرم. مردم زمین قطع کار نمیکنن. زمین قطع کار مردم صد مفتخور شدگی. مفتخورشی خشان ایجاد کار من. آبچکاری شد، آب دادن خشان ایجاد. همین راه ما سال 1964 شده بود. 1964 هم. خب شما یادتون هست که همین برق برادر سویت کدام سال برام دیگه؟ حاضر یادم برام از سال همین 67 حاضر باشم. من دانشگاه بودم، دانشگاه تامخرگی بودم. حاضر سال 1975 بود، 73-75 بود. همین چراغ برآمد. همین چراغ اول راما طرفی اون طرفی بود. از زاسم میبرم. ما یادم هست اولین مرتبه همین دیویژاقتی همینجا کینو برار رحمت کینو همینجا دیده بود. و جانی دردری بود. کینو میبرم. لوکری بود. میبرم تماشا میکردم. مکتب آخر همینجا بود. مکتب خانه بود. اول صنف 4 بود. مولا رجب درس میدادن مکتب. بعد صنف با هفتم شده. هشتم حاضر دهه بود. 11 صنف 11. سلامت باشید. 100 ساله شد برای